در ختلان توت زمینی تنها برای بهار پرورش می شد. اما حالا روزهای سرد زمستان هم در گرمخانه پخته به بازار برآورده می شود. سیرت الله یلداشف، کشاورز جوان از ناحیه عبدالرحمن جامی، 2 ماه اخیر سیرکار است. توت زمینیش پخته خریدارش زیاد شد. پیشتر اکو گرمخانه‌مون به طرز مایده تر کار میکردیم. خیلی بوستوستا بازمون با مریضمون اینه خیلی کلان کردیم. با طرز مقصد من درس دادن همین شرکتو نو کردیم خیلی فرق میکنه. مقصد کاریدن من حاصلش همش تماما دیگر. این بوته های توت زمینی نوع فلورید فرتون از امریکا برای کشاورزان آورده شده است. اگرچه برای صادرات قلای بوده تا 1 هفته میتواند صفتش را نگه دارد، ولی طعمش مثل توت زمینی محلی شیرین نبوده است. خواجگی دهقانی بابای ناصر در ناحیه عبدالرحمن جامی نزدیک 50 گرمخانه دارد. نخال این تا 15-20 کیلو را حاصل گرفتن ممکن است. طاهر یلداش با سابقه 30 ساله کشاورزی بار اول محصولاتش را با اصول نو که خرج کم داشته است کشت کرده است. با واسطه همین شرکت های یوساید که براسگیری همینو من همین شما دیده شدید این گرمخانه یعنی که دائم عمل کننده می باشد که به همه تجهیزات تجهیزانده شده است. به همین تکنولوژی اگر نگذاریم دیگر در این وقت معاصر زمانه ما محصولاتی بر وقتی به دست آورده نمیتوانیم. این گرمخانه زمستان گرمی میدهد، در دیگر فصلها هوا را معتدل نگه می‌دارد و ویژگی دیگرش بوته سبزوات با راه قطرگی آبیاری می شود. این خواجگی را لایحه عاید به کشاورزی و اداره کنی زمین‌های کشاورزی در تاجیکستان در دایره تشبث آذوقواری به خاطر آینده کمک کرده است که از جانب یوساید پشتیبانی مالی می شود. ایزابل کاولمان، معاون مدیر یوساید، در یک ملاقات با کشاورزان از همکاری مشترک و با ثمرشان اظهار قناعتمندی کرد. نتیجه لایحه نه تنها محصولات کشاورزی در فروشگاه زیاد می شود، بلکه دهقانان درآمد خود را زیاد می کنند. چیزی مهمه که من شنیدم این است که 4 پسر این مرد دهقان که در روسیه کار می کردند حالا بهره گیرنده لایحه هستند و اینجا کار کرده درآمد می یابند. در منطقه باختر به 6 دهقان چون این گرمخانه های زمانوی تقدیم شده است. صدها کشاورز دیگر شیوه نوی کشت و پرورش محصولات کشاورزی را آموزش دیدند. محصولاتی که بر وقت و با صفت خوب جمع آوری می شود نه تنها در بازار داخلی بلکه به خارج صادرات می شود.